ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم به احسان إلى یوم الدین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. ما باز هم با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. البته یک وقفه کوتاه داشتیم خلال مراسم و ایام حج. خوشحالم که باز هم استاد سلیمانی عزیز را با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما برادر و سرور گرامی استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و جادار بنده هم تشکر بکنم از عزیزانی که جویای احوال برنامه بودن در برنامه گذشته. در هفته گذشت همونطور که استاد رحیمی عزیز اشاره کردن ما به خاطر برنامه‌های حج و ویژه برنامه‌های حج برنامه نداشتیم و برخی از دوستان و بینندگان عزیزان جویای حال برنامه بودند و جادار تشکر بکنم از همین عزیزان، جناب آقا مهدی و خانم خیرآبادی، مینا خانم و دیگر عزیزان بزرگوارانی که جویای برنامه بودن و به هر حال به رسم سپاس ما گفتیم ذکری از نامشون هم کرده باشیم در آغاز برنامه و تشکر از همه عزیزانی که به هر حال بیننده دائمی برنامه هستند و جویای احوال برنامه خودشون در خدمت شما هستند. تشکر میکنیم از ایشان، همچنین از شما تشکر میکنیم که برای ما و بیننده های عزیزمون بالاخره وقت گذاشتین. بعد از پایان رسیدن ایام عید انشالله که عید خوب و خوشی گذشته باشه. الحمدلله عید سعید قربان. به هر حال عید برای همه یادآور شادی ها و لحظات خوبی است و الحمدلله که مراسم حج به خوبی و خوشی به پایان رسید. خبر خوشی برای امت اسلامی است و عید سعید قربان هم الحمدلله روزهای خوب و زیبایی رو پشت سر گذاشتن خانواده ها و امیدواریم که الله متعال دردهای امت ما رو و جا داره که از فاجعه میانمار هم یاد بکنیم ما که ذکر شده از این موضوع و چیزی که مقداری دردآور بود برای ما در این عید فقط مهمتر از همه، حالا دردهای امت که زیاد هست، با وجود این دردها مردم شادی میکنن. به هر حال امت حیات هست، امت کار هست، امت امید هست، امت تلاش و مجاهده هست و امیدواریم که الله متعال در عید پیش رو و اعیاد پیش رو دیگه ما شاهد خاطرات تلخ و دردها و غمهای مسلمانان عزیز در همه جای دنیا نباشه، من خصوص خواهران و برادران ما که به شکل فجیع و ظالمانه‌ای در سرزمین میانمار مورد ظلم و تعدی دشمنان الله متعال قرار میگیرن و ان الله که ما دیگه از این خبرها نداشته باشیم. ان الله. تشکر. سلامت باشه جناب استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، ما قبل از رخصتی های برنامه‌های ویژه برنامه حج که ویژه برنامه‌های رکن پنجم بود، ما رکن سوم ایمان را که ایمان به کتاب‌های آسمانی هست این موضوع را آغاز کرده بودیم. در مورد کتاب‌های قبل از قرآن کریم، تورات و زبور و انجیل صحبت‌های داشتیم و وقتی که نوبت به قرآن کریم رسید ما خواستیم در مورد صاحب قرآن، کسی که قرآن کریم بر او نازل شده است، صحبت مختصری در مورد زندگی نامه ایشان، در مورد مکه قبل از ولادت ایشان، سپس ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از ولادت چگونه اولا به دنیا یتیم آمدن که قبل از تولدشان پدرشان وفات کرده بود، سپس به عمر 6 سالگی مادر را نیز از دست دادن، به عمر 8 سالگی پدر بزرگشان عبدالمطلب را از دست دادن و سپس کفالت ایشان را ابو طالب که عمویشان هست به دوش گرفتن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عمر 25 سالگی با خدیجه کبرا ازدواج میکنن و بعد از این زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این خانم بزرگوار گره میخورد که در آغاز وحی و حتی تا سال عام الحزن که در سال دهم بعثت خدیجه کبرا وفات میکنند. تا آن دم
داستان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دعوت ایشان با این خانم گره و محکم خورده است. درست است؟ ما در جای رسیده بودیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به غار حرا می رفتن و در آنجا خلوت می کردن، بعضی وقت 1 هفته، 2 هفته، حتی 1 ماه، تا اینکه توشهشان تمام می شد و برمیگشتن به سوی خانمشان خدیجه و باز توشه می گرفتن، باز می رفتن در آن بلندی کوه و در آن غاری که حرا نام داشت، در آنجا به تفکر و تخیل و فکر می کردن در مورد کائنات و غیره. آنجا بودن که داستان عجیبی رخ داد. این داستان چی بود؟ ما وعده کرده بودیم که این داستان عجیب را در اولین قسمت از برنامه‌های زلال ایمان بعد از رخصتی‌های عید و مراسم حج انشاءالله به آن میپردازیم. استاد سلیمانی عزیز، عنوان این قسمت برنامه را گذاشتیم آغاز نزول وحی که ارتباط میگیرد با همان حادثه عجیبی که شما اشاره کرده بودین. میریم روی حادثه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونگونه که شما اشاره فرمودید، قضیه نزول وحی و بعثت رسول صلی الله علیه و سلم در 40مین سال عمر مبارکشون اتفاق میفته. درست. یعنی ما از ابتدای تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا 40 سال اول خبری از رسالت و بعثت نبود. یک سری نشانهایی ما اشاره کردیم که اینها دلالت میکرد بر اینکه یک به هر حال شخصیت متفاوتی است و خود نحوه تولد رسول صلی الله علیه و سلم، حکایتی که در بنی سعد اتفاق افتاد، شق صدر رسول صلی الله علیه و سلم در کودکی و همچنان اون زندگی خود رسول صلی الله علیه و سلم که متفاوت و متمایز بود با دیگران در مکه ای که سراسر شرک بود و کفر بود و فسق بود و گناه بود و آزادی و بی‌بنده‌باری های اخلاقی بود. اما این شخصیت سالم میمونه از همه این رذایل اخلاقی و همه این رذایل اعتقادی و علاوه بر این در سال 40 یعنی سال 40 که رسول صلی الله علیه و سلم 40مین سال عمر مبارکشون، یک سری پیش زمینه هایی هم قبل از نزول وحی ما داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال اون یک سری آماده میکنه پیامبرش رو و میدونیم که رسول الله تا قبل از 40 سالگی نمیدانست که پیامبر میشه و خبر نداشت و قرآن هم بر این اشاره داره و خود واقعه هم بر این اشاره داره. یعنی عکس العمل رسول صلی الله علیه و سلم نشان از این داره که نمیدونه که پیامبر میشد، نمیدانست. و من جمله این مقدمات خوابهایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدن. از جمله این خوابها چی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم الان قبل از اینکه این بعثت اتفاق بیفته خوابهایی میدیدن. مادرمون عایشه به نقل از رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که رسول الله خوابهایی میدیدن که در هنگام صبح به مانند شفق صبح سپیده دم اتفاق میافتاد. یک خوابی دیده میشد، خوابی میدیدن، بعد این خواب خب ذهن انسان خواب مشغول میکنه. غالبا هر خوابی که انسان میبینه ذهنش مشغوله که من چی دیدم، یکی دو روز چند روز حتی ذهن انسان مشغول خواب. این خواب دقیقاً تعبیر میشد، صبحش اتفاق میافتاد همون خوابی که میدیدن اتفاق میافتاد. الان یک سری خواب‌های تکرار میشه، گویی که یک الهامی است، یک وحی است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که حتی از جمله اقسام وحی یکی رؤیای صادقانه است، خواب‌های صادقانه، آنچه که انسان میبینه و در آینده اتفاق میفته. این هیچ توجیهی نداره جز این که بگیم الهامی از طرف الله تعالی است. واقعی که انسان حتی نمیتونه پیش بینی بکنه در خواب 1 ماه 2 ماه 1 سال قبلش، مثل خواب یوسف علیه السلام که خوابی که 40 سال بعد تعبیر شد، یا خواب زندانیایی که دیدن باز در سوره یوسف علیه السلام، باز خواب فرعون در سوره یوسف علیه السلام پادشاه مصر. و مواردی ما در زندگی خودمون هم داشتیم. این موارد برای رسول صلی الله علیه و سلم زیاد اتفاق میفته و الان رسول الله صلی الله علیه و سلم در انسان میبینن که یک سری حکایت هایی هست. این خودش یک مقدمه است. الان برای این در مسیر راه میرن، سنگی بهشون سلام میکنن. بله. سلام یا محمد. این صدا از یک سنگی مشخص از داخل سنگ داره میاد. اینها حکایت های خارق عادت. عادتا این اتفاق برای هیچ کسی نمیفته. بله. ما بهش میگیم معجزه. معجزه یعنی چی؟ این چیزی که انسان از آوردنش عاجزه. در حالت عادی انسان نمیتونه همچین کاری انجام بده. همچین چیز اتفاق نمیفته در قانون فیزیک و کیمیا و شیمی که ما اسمش رو میذاریم. و
الان رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو تجربه میکنن، این حالت رو، تا اینکه در خلوت خودشون در غار حرا در بلندای کوهی که امروز به اسم کوه نور معروف است. درست. کوه نور بهش میگن چون آیات نور و قرآن کریم بر اون نازل شده، حالا تیمنا نام نور بر او گذاشته شده. این کوه میشه گفت از بزرگترین کوههای مکه مکرمه است. درست. در قسمت جنوبی مکه مکرمه واقع هست و این کوه یک حالت مخروطی شکلی داره و در تصاویری که الان از مسجد الحرام پخش میشه، تلویزیونی که 24 ساعت مسجد الحرام پخش میکنه، غالبا این کوه رو نشون میده، زاویه دوربین و مخروطی شکل هم هست. در ارتفاع در بلندای این کوه یک غاری است. غار هم نمیشه حالا به شکل غار، وقتی میگیم غار شاید خیلی فکر بکنن که انسان میره داخلش و گم میشه، نه، یک چند تا سنگ رو هم قرار گرفتن، یک فاصله شاید به اندازه همین برها صندلی جایی که من و شما نشستیم، همین ارتفاع، همین عمق در حد 2 متر، بیشتر هم نیست. 2 متر همینطور سنگ ها رفتن داخل، مثل سایبانی درست کردن و از اون گوشه یک فتحه‌ای هست، یک پنجره‌گکی کوچولو، سنگ ها که رو هم قرار گرفتن، یک سوراخی به اندازه سر انسان خالی مونده اون گوشه که از داخل این سوراخ کاملا مکه دیده میشه و الان خصوص مسجد الحرام کاملا و به شکل واضح قابل رؤیت هست. درست. در اون زمان کعبه قابل رؤیت بود چون بنا ساختمان‌های بلندی که الان هست بله. و خود بنای مسجد الحرام و بناهای اطراف مانع دید هست الان، بله. اون موقع نبود. درست. کعبه دیده میشد. این مکان رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب کردن برای چی؟ برای خلوت. خلوت رسول الله برای چیه؟ اهدافی داشتن در این خلوتشون. در این خلوت الان در مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنچه در مکه مکرمه میگذره ناراضن، راضی نیستن. فطرت زیبای اونها، اخلاق والای اونها، اون حب به الله متعال که در ذات اونها بود و آنچه که میبینن در فضای کعبه و میدونیم که قریش، حتی مشرکین قریش به الله تعالی اعتقاد داشتن، به الله تعالی به عنوان خالق، به عنوان رازق، به عنوان مالک و مدبر اعتقاد داشتن، حج میکردن، عبادتایی داشتن، فقط مشکل این بود که یک شرکی در این حکایت داخل کرده بود. میدونه که این شرک با اون توحیدی که از او صحبت میشه همخوان نیست. از یک طرف 360 تا بت در کعبه و ماحول کعبه است، از طرف دیگری فساد اخلاقی است، از طرف دیگری ظلم و تعدی است، از طرف دیگری مثلا حکایت‌هایی به گوش میرسه مانند زنده به گور کردن دختران و این وضعیت نه تنها در جزیره العرب، در تمام ماحول اینجوری است. در ایران سرزمین فارس، امپراتوری فارس، وضعیت بدتره، ازدواج با محارم هست و ظلم و ستم هست، تضاد طبقاتی هست و این خبرها میرسه، تاجرها میارن. در سرزمین هند وضعیت از این بدتر هست، اونجا هم هر کسی برای خودش خدایی داره، هر چیزی رو میپرستن، موش میپرستن، مار میپرستن. در بین عرب در مناطق دیگر بعضی جا از خرما طرف خدایی درست میکنه، مجسمه به اسم خدایی اون رو میپرسته، وسط رو میره گرسنه میشه میخوره اون رو. و اون طرفتر در یونان هم باز فلسفه های عجیب و غریب و تفکرات و منطق عجیب و غریبی وجود آمده و در تمام مناطق وضعیت به هم ریخته است. اینها ذهن کسی که آمده تا منجی عالم باشه از همه این فسق و ظلم و انحراف اعتقادی و شرک و بی‌بندوباری، اینها این ذهن این پاک این انسان نازنین رو مشغول کرده و اصلا قرار همه این فسق و فجور به دست نازنین این انسان و با تلاش این انسان متحول بشه. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میبرن به این غار برای اینکه آرام باشن از این ظلم و تفکر میکنن که چیکار باید کرد، چطور میشه حرکت کرد، چطور میشه اقدام کرد، چطور میشه این درد الان همه مقدمه برای پذیرفتن یک مسئولیت بزرگ، یک حادثه عظیم، یک اتفاقی که بزرگترین اتفاق تاریخ بشر بدون شک و قرار اتفاق بیفته در همین روزها و هفته ها. از طرف دیگری تفکر میکنن از اون بالا به عظمت مخلوقات الله متعال و از اونجا پی میبرن به عظمت خالق این مخلوقات و به عظمت الله تعالی، به قدرت الله متعال تفکر میکنن تا اینکه در یک از این شبها زیاد میمونن، بعضی وقتا یک هفته، بعضی وقتا 20 روز، بعضی وقتا تا یک ماه و بعضی وقتا توشهشون تمام بشه خودشون میان، بعضی وقتا نه. یار همدم زندگی ایشون خدیجه رضی الله عنها که میدونه همسر نازنینش و شکایت نمیکنه هیچ وقت، چرا خونه رو ول کردی رفته اونجا چیکار میکنی داخل این غار، میدونه که دنبال یک هدف والاست، خودش میاد
و حتی نزدیکی های کوه، حتی بعضی وقتا بالا میاد، بعضی وقتا اسامه رو میفرسته، بعضی وقتا اسامه زید بن حارثه رو میفرسته، اسامه که پسرشون است، زید بن حارثه پسر خوانده رسول صلی الله علیه و سلم رو میفرسته. در یک از شبها که غالبا در رمضان هست، در رمضان اتفاق میفته این حکایت، در رمضان سال 40 عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در یک از شبها رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل این غار در برندای این کوه نشستن و عبادت میکنن. ناگهان یک صدای میشنون و شما تصور بکنین انسان در دل تاریکی شب در داخل کوه، در داخل یک غاری که هیچ صدایی نیست، یعنی سکوت محض فرماست بر همه جا، یک شبی آرام در دل مکه مکرمه در بلندای کوهی که فاصله داره. اون موقع هنوزم الان در ابتدای، با اینکه شهر بزرگ شده بعد از 1400 و اندی سال و بعد پوزش شهر گسترش پیدا کرده، هنوز هم غار حرا در ورودی های شهر مکه است، یعنی هنوز هم انگار که از حرم چندین کیلومتر فاصله داره. اون موقع که خیلی دور بود از مکه اون زمان، که کل مکه اون زمان محدوده مسئول حرام فعلی رو بیشتر در بر نمی گرفت. الان یک دفعه یک انسانی میاد، صدایی میشنون، برمیگردن، یک انسان اینجاست، یک مرد اینجاست، یک مردی خوشقامت با لباسهای زیبا و آمده و میاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یک دفعه میگیره، در آغوش محکم فشار میده. یک دفعه میاد و در آغوش میگیره و فشار میده، میگه بخوان، اقرا، و این تعبیر اقرا. الان تصور کنین حال رسول صلی الله علیه و سلم رو. خب این اتفاق برای من شما بیفته، انسان میترسه این چیه؟ این انسانی هست، جنی هست و چهره‌ای که در مکه ندیده تا به حال. این چهره رو نمیشناسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام مکه رو میشناسه. مکه چند نفر درش زندگی میکنن؟ الان در یک روستای ولو 1000 نفری، کسانی که از بچگی در یک روستا به دنیا آمدن و بزرگ شدن، همه فک و فامیل بودن در مکه، همه پسرعمو بودن، همه پسرعمو دخترعمو هم با همه همدیگه رو میشناسن، فلانی فرزند فلانی. این چهره جدیده، اهل مکه نیست، یک چهره جدیده، یک سیمای بسیار زیبا، یک بدن و هیکل بسیار زیبا به شکل انسانی آمد و الان علاوه بر این که اومده، حالا نه شروع میکنه به کلام، انسان غالبا میاد اجازه میگیره، سلام میکنه، خودشو معرفی میکنه، اجازه هست بشینم، اما یک دفعه آمد و مستقیم هم بغل کرد رسول صلی الله علیه و سلم رو و چنان فشار داد. رسول فرمودن که چنان رسول الله صلی الله علیه و سلم که من رو فشار داد که اصلا احساس کردم سینه قفسه سینه من استخوناش داره میشکنه. محکم فشار میده، میگه بخوان. به کی میگه بخوان؟ به کسی که خواندن نوشتن بلد نیست اصلا. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از معجزات ایشون این بود، این یکی از معجزات رسول الله است که نبی امی بود، النبی الامی. در قرآن با این تعبیر استفاده میشه، نبی که خواندن و نوشتن بلد نیست. امی یعنی کسی که بعضی ها امی رو بی سواد ترجمه میکنن، این ترجمه مناسب نیست. چرا؟ چون ما الان در جامعه خودمون بیشتر تعبیر بی سواد برای کسی میگیم که اصلا انگار که علم و دانش نداره و این تعبیر جالبی نیست. کلمه بی سواد، درست، امی معنیش این نیست. امی کسی که خواندن و نوشتن بلد نیست. ما الان داریم عزیزانی که الله متعال اونها رو با گرفتن نعمت چشم به هر حال اجر و پاداش عظیمی میده و چشم ندارن، نمیبینن، اما علم دارن، مدرک دکترا داره، استاد دانشگاه است، نمیتوانن بخوانن. یعنی خواندن و نوشتنی که ما مراد ما هست نیست. حالا خط بریلی جدیدن ابداع شده برای کمک به این عزیزان که اون رو ما نمیتونیم بخونیم، اما آنچه که به عنوان خواندن و نوشتن ما مد نظر ماست بلد نیستن، اما عالمن، اما دانشمندن، اما دکترا دارن، اما استاد دانشگاه هستن. ما خودمون چندین استاد داشتیم در دانشگاه که ماشاءالله نابینا بود و استادی داشتیم نحو که شرح ابن عقیل رو از ابتدا تا انتها متنش رو حفظ بود، بچه میخونه میگفت نه اینطوری نیست، اینطوری خونده میشه. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نبود. خواندن و نوشتن یکی از اسباب یاد گرفتن است. ما فکر میکنیم چون الان یکی از مهمترین اسباب خواندن و نوشتن هست، کسی که بلد نباشه غالبا گفته میشه که خب پس یعنی تحصیل هم نکرده و دانش هم نداشته. اما تنها راه آموختن نیست، زندگی همش مدرسه است. کسی هست خواندن نوشتن بلد نیست، سواد خواندن نوشتن نداره، اما درک داره، اما شعور داره، اما حکمت داره، اما درایت داره، اما فهم داره. مدرک نداره اما درک داره. مثلا اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نیست، اما معلم همه بشریت شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
الان ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن نوشتن بلد نیست و تا نه تنها ابتدای بعثت، تا لحظه وفات هم رسول صلی الله علیه و سلم خواندن نوشتن بلد نبودن. هم نیاموختن. تا لحظه وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه‌ها رو می آوردن، نمیتونستن بخونن. و در جمله صلح، مثلا صلح حدیبیه چه سالی اتفاق افتاده؟ سال هفتم. بله. یک سال قبل از فتح مکه، یعنی 4 سال قبل از وفات رسول صلی الله علیه و سلم. 59 سالشون بود اون موقع. 4 سال قبل از وفات، وقتی که پیمان صلح نوشته شد بین مشرکین و بین مسلمین، کاتب کی بود؟ سیدنا علی رضی الله عنه. نوشته شد من محمد رسول الله، از طرف محمد رسول الله و فلانی. اونا گفتن ما کلمه رسول الله رو باید حذف کنیم، ما قبول نداریم. اگه قبول می‌داشتیم که تو رسول الله هستی که با تو جنگی نداشتیم. این رو حذف کن. و رسول الله بس سیدنا علی فرمودن که علی کلمه رسول الله رو حذف کن. از علی فرمود که به خدا قسم حذف نمی‌کنم یا رسول الله، از روی محبتی که به رسول الله داشت. و بعد رسول الله فرمودن خب حالا تو که قسم خوردی حذف نمی‌کنی، خب به من ایمانی که داشتن حضرت علی چطور میتونن که رسول الله رو اون از محبتشان و از ایمانشان، نه خدای نکنده به خاطر مخالفت با دستور رسول الله است. رسول الله فرمودن که خب نشان بده به من که کلمه رسول الله کدوم یکی هست، نشان بده کلمه رسول الله کدوم یکی هست، من خودم حذفش میکنم. این خودش نشان بر این داره. اصلا رسول الله میفرماد، خود قرآن کریم هم میفرماد ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. اصلا تا قبل از این کتابی نخونده بودی، هیچ چیزی با دست ننوشته بودی. اذا لارتاب المبطلون، اگر تو خواندن و نوشتن بلد میبودی و مینوشتی و میخواندی که میگفتن از پیش خودت نوشتی. یکی از معجزاتی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کتاب رو که برای ما آورد، کسی این کتاب رو برای ما آورد که خودش خواندن این کتاب رو از رو بلد نبوده، حتی خواندنش رو از رو نمیتونست، خواندن نوشتن بلد نبود، حتی لحظه وفاتش بلد نبود. تا کسی متهمش نکنه که این انسان خودش فصیح بود، ادیب بود، بلیغ بود، دانشمند بود، نوشت از پیش خودش نوشته، اصلا خواندن نوشتن بلد نبوده این انسان، اما آمد چیزی آورد که تمام دانشمندای عصر در حیرت موندن تا به قیام قیامت در این کتاب. اینجا الان جبرائیل علیه السلام میگه بخوان. اقرا. خب رسول الله خواندن بلد نیست. چی فرمود؟ اقرا. ما انا بقارئ. من خواننده نیستم، یعنی به این معنا که خواندن نوشتن بلد باشم. من بلد نیستم بخونم، بلد نیستم. رسول الله فرمود ما انا بقارئ، من بلد نیستم بخونم. دوباره فشار میده. رسول الله فرمود که دوباره چنان من رو فشار داد که اصلا نفس انگار که نفس داره از سینه میاد بیرون، محکم‌تر از قبل. بعد فرمود اقرا، بخوان. باز رسول الله فرمود ما انا بقارئ، من خواندن بلد نیستم. بار سوم محکم‌تر فشار داد، اقرا، بخوان. اینجا رسول الله میفهمد بار سوم باز فشار داد. من گفتم مگر یک بار دیگه این فشار بده که دیگه نفسم بیرون میاد. گفتم چی بخوانم؟ چی بخوانم؟ بار سوم رسول صلی الله علیه و سلم دیگه الان دست بردار نیست. این علمه شدید القوا. علیه مطلب میفهمه اون کسی که داشت یاد میداد به این انسان، به پیامبر من، خیلی زور داره، خیلی شدید القوا است. اون بازوها وقتی که فشار میداد رسول صلی الله علیه و سلم که خودشون هم یکی از پهلوانان قریش بود، ولی به هر حال هر چی باشه دیگه زور انسان با زور ملک، اون هم به هر حال سردار ملائکه با جبرائیل علیه السلام قابل مقایسه نیست. رسول الله فرمود که بار سوم این دست بردار نیست، نمیدونه که کی است، نمیدونه که کی است، اصلا نمیدونه رسول الله که این جبرائیل است. اگر میدانست که خب خیلی راحت برخورد میکرد، عادی باش برخورد میکرد، میگفت جبرائیل جان خوش آمدی. خواست کجا بدونه که این جبرائیل است؟ برو اول آمده و همینجوری با شکل انسانی اومده بغل میکنه بخوان. فرمود که چی بخوانم؟ فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیه اول سوره مبارکه علق رو که به اسم سوره اقرا هم معروفه، این آیات نازل شد. اینجا الان چه اتفاقی میفته؟ اینها چی هستند؟ اینها کلام الله تعالی است. الان در این شب الله متعال الان اراده داره تا کلام خود رو برای بهترین پیامبر خود بفرسته. 500 و چند سال گذشته، 560 سال حدوداً از رسالت عیسی علیه السلام و بیش از 5 قرنه که دیگه ارتباط بین آسمان و زمین قطع شده. این ملک 5 قرن منتظر این لحظه است، بیش از 500 سال منتظر تا کی این نازنین به دنیا میاد و تا کی دستور پیدا میکنه که بره و کلام الله متعال رو منتقل بکنه به این نازنین و پیامبر روی زمین. این شب در ماه رمضان در مکه، همه مکه در آرامش
خوابیدن، غالبا در روستاها شب و زود میخوابن. اهل مکه در خوابن، آرامش همه جا رو فرا گرفته، سنگها آرام، آسمان آرام، اما در عرش الله متعال، اما در آسمانهای بالا سر مکه غوغایی برپاست. ملائکه همه نظاره‌گرن. این صحنه نیست که ملکی از رؤیت این صحنه غافل بشه. ندا داده شده در آسمان ها و زمین. در آسمان که جبرائیل علیه السلام رفته تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم رو نازل بکنه. این همایش عظیم، مگر میشه در آسمان ها ملکی از این خبر غافل بوده باشه که الان قرآن کلام الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داره نازل میشه. و جبرائیل علیه السلام آمده و عالم نظاره‌گر کوه نور و این غار که در این غار چه اتفاقی داره میفته و این انسان نازنین در آسمان. اگر از آسمان به زمین نگاه بکنیم، در آسمان چه ولوله و چه هیاهویی به پا بوده اون شب. در زمین همه چی آرامه، هیچ اتفاق خاصی انگار در مکه نیفتاده. فقط در غار رسول الله صلی الله علیه و سلم الان اون چیزها رو میشنوه و این میاد و 5 آیه رو برای رسول صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام میرسانه و میره، میگه و غیب میشه و میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نفر کجا شد؟ میمونه. کجا رفت این انسان؟ یک دفعه آمد گفت بخوان. چی بخوانم؟ انسان عجیب غریب. اقرا، خود کلام، بخوان. اولین چیزی که ببینیم، ما میدونیم که در سوره، در ترتیب مصحف ما یک ترتیب نزول داریم، یک ترتیب مصحف داریم. وقتی آیات نازل شده و ترتیبی که الله متعال برای ما، ترتیب مصحف هم خود امر الله تعالی به رسول صلی الله علیه و سلم و وحی. اما سوره اقرا در ابتدای قرآن نیست، در مصحف. اما اولین آیه‌ای که نازل شده، اولین کلمه‌ای که برای این امت نازل شده، اقرا، بخوان. امت ما امت اقرا است، علم، دانش، آموختن. و وقتی که از قرآن صحبت میکنیم، موضوع کلی ما الان در این برنامه قرآنه. بله. کلام الله متعال. این کلام اولین چیزی که از اون نازل شده خواندنه، امر به دانشه، امر به تعقله، امر به قلم. حتی قلم ذکر میشه در همین آیات، علم بالقلم. بله. بحث قلم میاد. این نشان از این داره که این کتاب، این امت علمه، امت دانشه، امت آگاهیه. ما هیچ وقت دعوت به جهل نمی کنیم. کتاب ما هیچ وقت دعوت به جهل نکرده و هر اون چیزی که ما میگیم بر اساس سند و مستدل و بر اساس علم. آیات نازل میشه، 5 آیه. حالا اگر بخوایم درباره آیات صحبت بکنیم، کل یک موضوع برنامه رو باید اختصاص بدیم و صحبت ما، مجال صحبت ما این نیست. درست. نزول این آیات، الان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اتفاقی افتاد و رفت. انسان چیکار میکنن؟ الان دیگه اینجا جای موندن نیست. انسان دیگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل بقیه انسان است. بالاخره بشر هستن. موسی علیه السلام که از پیامبران اولوالعزم در درجه از رسول صلی الله علیه و سلم پایین‌تر است، ولی بالاخره جز 5 پیامبر بزرگوار الله تعالی است و کلم الله موسی تکلیما، بدون واسطه با الله تعالی صحبت کرده. همون موقعی که در سرزمین تور الله متعال داشت باش صحبت می‌کرد، و ما که بیامینی که یا موسی، فرمود که چی به دستت موسی جان؟ گفت هی عصای، این عصای من اتوکل علیها، تکیه میدم بهش و اهوش بها علی غنمی، با این برگ‌های درخت‌ها رو می‌ریزانم، ولی فیها معارب اخرى، من خیلی فایده ها برای ما داره. بحث طولانی کرد تا الله تعالی دوست داره هم کلام بشه، بیشتر صحبت می‌کنه. الله تعالی فرمود قال القها یا موسی، بنازش فاذا هی حیه تسعى. یک دفعه ماری شد و در آیات دیگر در سوره شعرا و دیگر آیات الله تعالی می‌فرماید که موسی علیه السلام ولا مدبرا ولم يعقب، فرار کرد، پشت سرش هم نگاه نکرد، جلوی چشمش داره با الله صحبت میکنه. این انسان طبیعت ترس برای هر انسانی پیش میاد، طبیعت بشری است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم انما انا بشر مثلکم، منم انسان مثل شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم الان در غار حرا این اتفاق که براشون میفته، دیگه چیکار میکنن؟ سری و سیر غار رو ترک میکنن و از این اضطراب و نگرانی الان چی شده؟ الان این کی بود که آمد؟ این حرفایی که زد چی بود؟ اقرا بسم ربک، پروردگاری که خلق میکنه انسان رو از یک علقه گوشت مزغی که در رحم مادر ایجاد میشه اوایل، بعد پروردگاری که اکرم است، کریم ترین، بخشنده ترین هست، اونی که انسان رو با قلم یاد داده. و این یعنی چی این معانی؟ و بعد همینجوری تو مسیر راه که داره از کوه میاد پایین و 1 ساعت 1.5 ساعت هم طول میکشه تا آدم از این کوه بیاد پایین. حداقل همونطور که داره میاد پایین فکر میکنه در دل تاریکی شب، وقتی که میاد میرسه دیگه حرکت میکنه، بدو به سمت خانه. کجا؟ پیش خدیجه. همدمش، پناهگاهش در خانه خدیجه کبرا
عزیزترین همسر رسول صلی الله علیه و سلم بوده و دوان در دل شب و نیمه های شب، الان دیگه نزدیکی های دم های سپیدم صبح که میرسه به دم در خانه خدیجه رضی الله عنها و در میزنه. تشکر، سلام باشید. بگذارید که ایشان در بزنن، ما برنامه کوتاهی بگیریم، با در باز کنیم ان شاء الله. بیننده عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوان بعد از نزول 5 آیات سوره اقرا یا سوره علق پایین میشوند، به سوی خانه میآیند، چون واقعی عجیب اونجا رخ داد و اون انسان عجیبی هم غایب شد. ترسیده آمدن به سوی خانهشان. اینجا چی میکنند؟ به خدیجه چی میگویند؟ خدیجه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ بعد از یک میان برنامه با ما باشید. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این هفته برنامه زلال ایمان آغاز نزول وحی هست، چون ما در باب ارکان ایمان صحبت می کنیم و سومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب های آسمانی است صحبت داشتیم. استاد سلیمانی عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نزول آیات پنجگانه اوایل سوره علق به خانه آمدن و به سوی خانه دویدن، به در خانه رسیده بودن. بعد چی شد؟ بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم الان با اون خاطره‌ای که بالاخره خاطره عجیبی هم هست و اتفاق عجیب که افتاد، الان همچنان ذهن مبارک مشغوله و خسته و دوان خودشون رو در این چند کیلومتر رساندن به دم در خانه. درست. کسی که میتونن بهش اعتماد بکنن و با او صحبت بکنن همدم زندگی است، خدیجه کبری است. بله. زنی که برها سرشار از حکمت، دریایی از درک و درایت، کوهی از صبر و استقامت و آسمانی از حجب و نجابت، خدیجه کبری است. و آمدن و در زدن و در رو باز میکنه مادر خدیجه رضی الله عنها و میبینه همسر نازنینش بسیار پریشانه و نگران و مضطربه و رسول الله همین که در باز میشه میرن داخل، میفرمایند که زملونی منو بپوشون، من رو بپوشون، که احساس سرما میکنن و بسیار مضطرب و نگرانن، عرق کردن. و این اتفاق عجیبی است برای این شخصیت، هم حتی با این طهارت قلب و با این شهامت و با این صداقت و نجابت هم تحملش آسان نیست. این کلمات هنوز در ذهن داره تکرار میشه: اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این کلام یک جن نیست، این کلام واهی نیست، این کلام چی بود؟ این چه اتفاقی افتاد؟ اون خوابهایی که هیچ چند وقت داره تکرار میشه، اون شق صدری که سینه شکافته شده و هنوز آثار دوخته شدن حتی اون سینه در روی پیکر اطهرش هست و اون اتفاقاتی که مادر از تولد گفته بود، همه اینها در ذهن الان داره تکرار میشه که این قراره چه اتفاقی بیفته، چه کار قراره بشه، من چه اتفاقی برای من داره میفته. و بعد از اینکه مقداری در بستر آرمیدن، آرامتر شدن، الان مادر حکیم امت و بانوی بزرگ تاریخ، من نمیگم اسلام بلکه از بزرگترین بانوان تاریخ بشر، به یقین آمد و همسر نازنینش رو الان مقداری آرام شده میفرماید تعریف بکن چی شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف میکنن. آمد در در شب همچین آدمی من رو فشار داد، گفت بخوان. گفتم نمیدونم، خواندن بلد نیستم. دوباره محکم تر فشار داد، بخوان. من گفتم بلد نیستم، باز محکم فشار داد، ترسیدم که دیگه این دفعه جان من بر بیاد. گفتم چی بخوانم؟ گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. این آیات رو، اولین آیاتی که تلاوت میشه گوش نازنین مادر میشنوه از زبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم. الان اینها رو، این دومین نفری است که این آیات رو میشنوه. اولین زبان جبرائیل علیه السلام و دومین زبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم. و این دومین گوشیه که میشنوه، گوش مادر خدیجه، دومین مرد است، دومین بانوی اسلام و دومین مسلمان، اولین بانوی مسلمان. و این کلمات رو که میشنوه، خدیجه کبری خودش هم الان یقین نمیدونه به یقین که کی بود و چی بود، ولی یک چیز رو خوب میدونه، یک چیز رو خوب بلده و خوب شناخته و میدانه که این مردی نیست که الله متعال این مرد رو به راحتی در اختیار جن قرار بده و این مرد جن زده بشه. فرمود والله لا یخزیک الله ابدا. محمد جان، این رو من نمیدونم که کی بود و چی بود، اما یک چیز رو خوب میدونم که تو رو الله متعال خوار نخواهد کرد. انک لتصل الرحم. تو کسی که هستی که برای تو صله رحم مهمه. تو صله رحم میکنی، تو به خویشاوندان رسیدگی میکنی، تو اهل کرمی، تو اهل بخشایشی، تو انسان جوانمردی هستی، تو صفاتی داری که هر کسی نداره. انک لتصل الرحم و تحمل الکل. تو مساکین رسیدگی میکنی. هر کسی که نمیتونه بار خودش رو بر دوشش حمل بکنه، تو میری بار او رو حمل میکنی، تو کمک میکنی به مردم، تو مهره مفیدی برای جامعه هستی، تو یک عنصر فعال در جامعه هستی. و تقری الضیف،
تو وقتی میهمان میاد پیش تو گرامی میداری میهمانت رو. تو میهمان برات مهمه، ارزشمنده. برای خدمت به میهمان از هیچ چیزی دریغ نمی کنی. و تعین علی نوائب الحق، هر جایی که حق وسط هست تو یاور حقی، مشکلات رو تحمل میکنی تا حق به کرسی نشانده بشه. در برابر ظلم میستی. چطور امکان داره انسانی با این صفات الله متعال از او حمایت نکنه؟ تو صادق الامینی، تو پاکی، پاکیزه‌ای. اگر مردی در این شهر بهترین صفات رو داشته باشه، کاملترین باشه، تویی. تو از همه عظیمتری. این همه آدم اگر قرار باشه جنی بیاد سراغش، جن زده بشه، دیوانه بشه، جنون به سراغش بیاد، چرا تو؟ چرا تو آخه؟ تویی که این همه صفات کمال داری. بعد الان باز خب این مرحله اول دلداری میده رسول صلی الله علیه و سلم. نگران نباش، از این بابت خیار جمع باش، جن زده نشدی. اتفاقی که برای تو افتاده این اتفاق مهمی است و اگر موافق باشی با شما میریم پیش پسر عموم ورقه ابن نوفل. این کیه؟ ورقه کیه؟ انسان کهنسالی است، پسر عموی خدیجه است و عبری بلده، خواندن و نوشتن میدانه در مکه که اکثرا بلد نیستن. این انسان دانشمندترین مرد اون زمان مکه است و از بقیه علم و درایتش بیشتره، آشنایی داره با کتاب‌های آسمانی قبلی، تورات رو مطالعه کرده و انجیل رو مطالعه کرده و چون خودش به زبان عبری مسلط هست، اهل خواندن و نوشتنه و اون به این چیزها آگاه تره. بحث الله تعالی است، اقرا، گویی که اینجا تصور میشه که ملکی آمده پیش تو و از مثل وحی است. مثل وحی است. بریم پیش اون. رسول الله میفهمند باشه، میرن در همون ابتدای صبح به پیش ورقه ابن نوفل، در میزنن، وارد میشن میشینن. خدیجه رضی الله عنها میفرماید که پسر عمو ببین که برادرزادت چی دیده و چه اتفاقی براش افتاد. ورقه منتظر از لابلای بشارت هایی که در تورات هست و در انجیل هست و خبر داره که چرا یهود به سرزمین حجاز آمدن و سفر کردن. میدونه که در مدینه یهودیان همه اومدن به این امید که پیامبر آخرالزمان اینجا مبعوث خواهد شد و خبر داره که الان اون زمان نزدیک شده. نشانه هایی رو خبر داره، عام الفیل و این اتفاقات. میدونه که به همین زودی ها پیامبر آخر احمد علیه السلام مبعوث خواهد شد که در انجیل بشارت داده شده بود. تا این خبر رو میشنم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که این شکل و شمایل آمد، اینطور گفت و این آیات رو میخونه. این سومین نفری است که الان آیات رو میشنوه. رسول الله، خدیجه، ورقه ابن نوفل. در جا ورقه از خوشحالی و شادمانی نمیدونه که چه کار بکنه. در جا میگه والله انه ناموس الاکبر الذي انزل على موسی علیه السلام. میگه به خدا قسم محمد این همون جبرائیل علیه السلام هست که بر موسی نازل شده بود و بر عیسی نازل شده بود. این همونه، این جبرائیل بوده که امروز آمده پیش تو. بشارت بود بر تو که این وحی رو بر تو آورده و تو پیامبر شدی، چون بشارت ها رو میدونه و خبر داره. و بعدش چی میگه؟ میگه ای کاش که من زنده باشم تا اون لحظه ای که قوم تو رو از این شهر بیرون میکنند. اینجا یک لحظه برای رسول صلی الله علیه و سلم این جمله آخر عجیبتر از جمله اولی است. اون جمله اولی که گفت این جبرائیل علیه السلام بر موسی نازل شده، خب از شکل و شمایل حکایت مشخص بود که انسانی نبود. اولین بار میبینه در دل کوه آمد، یک دفعه غیب شد، حرفهایی زد، چیزهایی گفت که اصلا برای یک انسان غیر قابل تصوره. مفهوم نبود که انسانی باشه. از اهل مکه از کجا آمدین؟ از کجا میدونست که محمد در دل غار هست، در دل کوه هست؟ اما این دومی باز عجیبتر از اولی است. اهل مکه‌ای که حاضرن به چشمان خود شک بکنند اما به این نازنین محمد علیه السلام شک نمی‌کنند. محمد الامین در حکایت بازسازی کعبه گفتیم که چطور راضی شدن به حکمیتش در حجر الاسود، الان چطور این اخراج میشه. فرمود او مخرجی هم، اونها من رو بیرون میکنن، اهل مکه من رو بیرون میکنن، محمد امین.
شاید این گمان میرفت که اگر هر کسی از این شهر اخراج بشه، یک نفر هرگز اخراج نخواهد شد. با اون نازنین قریش و بنی هاشم است محمد امین علیه السلام. الان ورقه از این تعجب نمی کنه، چون که میدانه این اتفاق برای هر کسی افتاده که بر او وحی شده و قومش این گونه با او برخورد کردن. فرمود به خدا قسم آنچه بر تو نازل شده بر هیچ پیامبری قبل از تو نازل نشد مگر اینکه قوم او با او دشمنی کردند و اگر من زنده باشم لانصرنک نصرا مؤزرا، یاری جانانه خواهم کرد از تو. گویی که ایمان میاره به رسول صلی الله علیه و سلم. ورقه هم این صحبتش همه دلالت بر این داره و ایمان میاره بهش، اما چند روز بعد فوت میکنه و فرصت پیدا نمیکنه تا از پیامبرش که بهش ایمان آورده. این نکته است که خیلی شاید زیاد بهش دقت نمیکنن که بعد از خدیجه ورقه ایمان آورد. ورقه خودش تایید کرد، خودش بشارت داد، خودش گفت اصلا جبرائیل بوده و ایمان آورد و ورقه از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم هست. اما چون چند روزی بیشتر عمر نکرد و فوت کرد، دیگه در سیرت و در تاریخ اسلام زیاد ازش ذکری نیست. اما ورقه ایمان آورد به رسول صلی الله علیه و سلم و تایید کرد آنچه که در تورات و انجیل خوانده بود و آنچه که امروز میدید. گفت این همون بشارت موسی و عیسی است و تو پیامبر آخر الزمانی. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم حال دیگه ای داره، اما چند مدتی گذشته و هیچ خبری از اون مرد الان دیگه جبرائیل علیه السلام، جبرائیل دیگه نیامد. چند روزی گذشته ورقه از دنیا رفته و یک چند مدتی گذشته. این چند مدت دقیق مشخص نیست برای ما، اما برخی گفتن 2 سال و 3 سال. این هیچ سندیتی نداره و حرف بی اساس است. اما نهایتش شاید تا 1 هفته 2 هفته تا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقداری الان با خودشون این قضیه رو هضم میکنن. این همه اتفاقات عجیب و غریب سالهای گذشته از ابتدای ولادت، بنی سعد، شق صدر، این سنگایی که سلام میکرد، خوابهایی که میدیدن، اینها رو همه رو کنار هم میگذارن و انگار که الان رسالت آغاز شده. جابر رضی الله عنه به نقل از رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که رسول الله فرمود که یک روزی همینجوری قدم میزدم، الان رسول الله میره دوباره میره به سمت غار حرا تا شاید دوباره این انسان بیاد اونجا بیاد. در مسیر که داره میره رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید یک دفعه یک صدایی شنیدم، هنوز نرسیده به کوه، یک صدایی شنیدم، این طرف صدا نیست. سر بالا کردم که یک موجود عظیم بر روی یک کرسی، یک صندلی بسیار عظیمی در بین آسمان و زمین نشسته که فاصله آسمان تا زمین رو پر کرده و این موجود عظیم شروع کرد با من صحبت کردن. این کیه؟ این همون مرد چند روز پیش که داخل غار آمده بود، به شکل مردی آمده بود، الان به شکل حقیقی خودش اومده. جبرائیل علیه السلام با تمام شکوه و عظمتش، با چند صد بالش، با اون عظمت جایگاهش که در روایت‌های دیگر رسول صلی الله علیه و سلم توصیف کرد که اگر 2 بالش رو باز میکرد شرق تا غرب کره زمین رو میپوشاند و از بین بالهاش زمرد و مروارید میریخت. یک موجود عجیبی سیدنا جبرائیل علیه السلام و آرزو داریم از الله متعال که ان شاء الله اول رؤیت ذات خود رو برای ما مقدر بکنه و نصیب بکنه و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد جبرائیل علیه السلام رو و دیگر انبیا و اولیای الله متعال. الان اون دیروز تا دیروز که یک انسانی بود، خب یک انسانی بود که جدید بود، حداقل چهرهش جدید، ولی خب شکلش انسان بود، 2 تا دست داشت، کله‌ای داشت، 2 پایی داشت. الان این موجودی که در آسمان از چند صد تا بال داره، این عظمت و این شکل و این هیبت و یک کرسی گذاشته، صندلی و به روش نشسته از بین آسمان تا زمین، یا رب این چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بار دیگر پا به فرار گذاشت. طبیعت دیگه الان چیکار بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ این روزهای اول چیه؟ روزهای اول رسالت. روزهای اول رسالت برای رسول صلی الله علیه و سلم طبق روایت‌های صحیح و برخی از آیات قرآنی روزهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم الان باید یقین بکنه که دیگه پیامبر هست و رسالت رو پذیرفته و همین ها دلالت بر این داره که عالم الغیب نیست.
اگه عالم به غیب بود دیگه این تعجب ها و این رفتن پیش اصلا خود رفتن پیش ورقه ابن نوفل که متفق علیه هست بین همه فرق اسلامی اصلا معنایی نداشت دیگه. فرار کردن معنایی نداشت، زملونی دیگه معنایی نداشت، دسترونی دیگه معنایی نداشت. یا ایها المزمل به خاطر چی نازل شد؟ رسول الله چرا الله متعال او رو مزمل خطاب کرد؟ چون رفت پیش خدیجه گفت زملونی منو بپوشون. الان دوباره این حکایت تکرار میشه با شدت بیشتر. یک مدتی بود اصلا وحی نبود، الان دوباره چی شد؟ یک شکل دیگری. میره وارد خانه که میشه این بار به ام المؤمنین خدیجه مادرمون میفهمد که دسترونی منو بپوشون، شبیه زملونی است. الان باز رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل یک پارچه خودش میپوشونه، انگار که تب کرده و داره میلرزه، انگار که احساس سرما میکنه، اصلا وضعیت جسمی تحمل نکرده. اینجاست که این دفعه وحی نازل میشه و این دفعه صدا میشنوه یا ایها المدثر، ای کسی که خودت رو پیچوندی داخل این ملافه و پتویی که بود، قم، بلند شو، فانذر، بلند شو که وظیفه تو آغاز شده، بلند شو و برو مردم رو بین بده، و ربک فکبر، پروردگار تو بزرگی یاد کن، و ثیابک فطهر، لباست رو مرتب همیشه تمیز باش، و الرجز فهجر، از پلیدی ها خودت رو همیشه دور نگه دار. الان دیگه رسالت از اینجا علنا شروع میشه از طرف جبرائیل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسالت و دعوت آغاز میشه، امر به دعوت میشه. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه پذیرفته که دیگه رسالت آغاز شد و با این آیه قم فانذر دیگه خود به خود دعوت رسول صلی الله علیه و سلم آغاز میشه و اینجا ابتدای دعوت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونیم که بعد از این جریان دعوت رو شروع میکنن. اول دعوت باز و انذر عشیرتک الاقربین آیات نازل میشه که سوره مزمل نازل میشه، یا ایها المزمل، کسی که خودت رو پیچونده بودی، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، بعد بلند شو عبادت بکن. اقسام عبادت ذکر میشه و به صورت تدریجی بر حسب موقف هم آیات نازل میشه و دعوت آغاز میشه. دعوت اول پنهانی است تا مدتی که گفته میشه حدود 3 سال هست. دعوت ما دعوت مخفیانه رو داریم که این دعوت علنی نیست، در بین خانواده و اطرافیان است. دختران رسول صلی الله علیه و سلم ایمان میارن و بعد از اینکه خدیجه ایمان آورده، بعد حکایت به ابوبکر میرسه، در جای ایمان میاره به رسول صلی الله علیه و سلم. ابوبکر میره عثمان رو میاره، عثمان ایمان میاره. از بین خردسالان علی رضی الله عنه که 10 سالشه ایمان میاره. بعد عثمان که میاد، عثمان میره با خودش ابو عبیده رو میاره، طلحه رو میاره، زبیر رو میاره، ابو عبدالرحمن ابن عوف رو با خودش میاره. بعد اینها همه کسانی که از سابقون اولون هستن در ایمان، اینها اضافه میشن، عمار و سمیه اضافه میشه و حکایتی که همه عزیزان در تفاصیلش هستن، تا اینکه تا 3 سال بعد باز دعوت به صورت علنی امر میشه که الله تعالی امر میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعوت رو به صورت علنی بگه، که بعد میرن روی تپه صفا و اون حکایت معروف که دعوت رو علنی میکنن و دعوت میکنن مردم قریش رو، و تا اون لحظه قریش هنوز به صورت علنی دعوت داده نشده و میفرمایند که اگر من به شما خبر بدم که پشت این تپه دشمنی در حال حمله هست، شما باور میکنین؟ گفتن چرا باور نکنیم؟ ما هرگز از تو دروغی ندیدیم، تو صادقی، و حتی اگر بیایم ببینیم کنیم پشت کسی هم نباشه میگیم چشمهای ما اشتباه کردن، ما اشتباه نکردیم. بعد فرمود که پس شاهد باشید که من شما را از عذابی که پیش روی شماست بیم میدم، بگید لا اله الا الله تفلحوا و بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. و بعد ابو لهب بلند شد و گفت تبا لك علی هذا دعوتنا، خشک باد، لعنت بر تو، نفرین بر تو، آیا به این خاطر ما رو دعوت کرده بودی؟ که باز سوره تبت یدا ابی لهب بر علیش نازل شد و حکایتی که اتفاق افتاد. ابتدای نزول وحی به این شکل بود. الان ما درباره این اتفاق چند نکته خیلی مهمه که مرتبط است به قرآن کریم. اولا کلام الله متعال بر کسی نازل شده که خواندن و نوشتن بلد نیست. ما انا بقاره، و گفتیم که تا آخر حیات رسول صلی الله علیه و سلم خواندن نوشتن نمیدانستن. این یک. دوم بر کسی نازل شده که در طول زندگی مبارکش از لحظه تولدش تا لحظه وفاتش کوچکترین نقطه ضعفی در شخصیتش، در اخلاقش، در رفتارش
در برخوردش با دیگران کسی نمیتونه بیاره و نداشته. کسی که حتی دشمنان به صداقتش معترفن، به نجابتش معترفن. نکته دیگری که مهمه، خود این شخصیت که کاملا مورد تاییده، همه دشمنانش هم بود تا اون لحظه و خودشون معترف بودن و خودشون به کمالش معترف بودن. این شخصیت از یک طرف کی نازل میکنه وحی رو؟ وحی آیا خود این شخص تخیل میکنه اینها رو مینویسه؟ گفتیم که خواندن نوشتن بلد نبود و زندگیش هم گفتیم که آیا پیش کسی درس خوانده بود؟ رسول الله در 40 سال اول عمرشون پیش کی رفته بود مگر؟ چند بار از مکه خارج شد اصلا؟ یکی دو بار در کودکی خارج شد که رفت مدینه، برگشت یثرب آن زمان، در منطقه ابا مادرش فوت کرد، دفن شد، برگشت. یک بارم با ابو طالب داشت میرفت شام، با حیرای راهب سر راه حقیقتش رو گفتیم، در 12 13 سالگی گفت که برگردونید این رو، من امیدوارم که این پیامبر پیش رو باشه، علائمی که دید و نشانه‌هایی که دید که اصلا نرسید به جایی. الان نه معلمی بهشون تعلیم داده، تاریخ زندگیشون گواهه. کدوم معلم بهشون تعلیم داده بود؟ از کجا یاد گرفته بود؟ از کی یاد گرفته بود؟ اصلا بلد نبود. کسی که بهشون تعلیم داد جبرائیل علیه السلام، پیامبری است که مستقیم خودش حضوراً آمده و وحی به صورت زبان به زبان منتقل شده، گفته شده و شنیده شده، شنیده رسول صلی الله علیه و سلم. این خیلی مهمه. کلام الله متعال شنیده شده به رسول صلی الله علیه و سلم، شنیدن و گفتند، یارانشون نوشتن، خودشون به دیگران یارانشون گفتن و نوشتن. وحی گرچه اقسام وحی چند بخش است، حالا اگر فرصت بشه نمیدونم ما چند دقیقه فرصت داریم، ما اقسام وحی رو به تفصیل در برنامه بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. درست. ما درباره رسول صلی الله علیه و سلم وحی که شده، قرآن کریم نه تخیلات ذهن رسول صلی الله علیه و سلم بوده، نه قرآن کریم از کسی تعلیم داده شده از انسان دیگری به رسول صلی الله علیه و سلم که بگیم از یک انسان یاد گرفته. گفتن برخلاف مشرکین گفتن انما یعلمه بشر، گفتن یک انسانی بهش یاد داده. خب کدوم انسان؟ کدوم انسان؟ بعضیا گفتن بحیرای راهب. خب بحیرای راهب که در 12 سالگی با رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر ننشست. خب 12 سالگی گفت چرا 40 سالگی شروع کرد رسول الله؟ پس 28 سال بعدش. در ثانی بحیرای راهب مگر چقدر با رسول الله نشست؟ یک کتابی که 6236 آیه داره و اشاره داره به اتفاقاتی که بعداً در زندگی رسول الله اتفاق افتاده. اشاره داره به بدر، اشاره داره به احد، اشاره داره به خندق، اشاره داره به مدینه، اشاره داره به مشرکین مدینه، اشاره داره به فتح مکه مکرمه. اینا همه پیشگویی‌هایی که در قرآن اومده. بحیرا اینا رو از کجا آورد؟ از کجا میدونست که این اتفاقات میفته؟ و رسول الله که اون موقع هنوز در مکه مکرمه اتفاقی نیفتاده بود، چه برسه در مدینه منوره. همه این موارد دلالت بر این میکنه که قرآن کریم نه تخیل رسول صلی الله علیه و سلم است، نه تعلیم دیگران به رسول صلی الله علیه و سلم و حتی نه خواب رسول صلی الله علیه و سلم. یکی از اقسام وحی خواب هست. ما این رو ان به تفصیل در برنامه صحبت خواهیم. یکی از اقسام وحی اینه که وحی احیانا به صورت خواب میاد. ما وحی به صورت مستقیم از الله تعالی با ملائکه است، مثل کلام موسی علیه السلام، یا به صورت ارسال ملک به شکل خودش، یا به شکل انسانی است، یا به شکل الهام به پیامبر. و یکیش هم خواب هست که مثل خواب ابراهیم علیه السلام که خواب دید که ابراهیم علیه السلام فرزندش اسماعیل رو ذبح میکنه. اما تمام آیات قرآن بلا استثنا هیچ کدوم خواب رسول صلی الله علیه و سلم هم نبوده و ان شاء الله تفاصیل جزئیات بیشترش رو در برنامه بعد صحبت ان شاء الله. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددکارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني ذنبي تعلاني للذل أردني.